که انسانی که هم 5 وقت نماز خوانه و جمعه خوانه و دعوای ایمان و اسلام داشته باشه و باز در برابر و عرق نوشی کند، معنای او را دارد که ایمان او نور ندارد، ایمان او کامل نیست. دادر عزیز، چگونه که من در احترام پدر و مادر از شما گشته و برگشته خواهش کردم، گشته و برگشته شما را تأکید کردم که جای عبادت است، جای فرمانبرداری است، جای سرخمی است، جای پاداش گرفتن است. حرمت پدر و مادر این چنین به گوش شما باز میرسانم. روز به روز، ساعت به ساعت امکانیت ها برای زنا کردن خیلی و خیلی مساعدت میکند، شرایط ها خوب میشود. روز به روز شاید نفرهایی که خواهش اینو دارند زیاد شدن میگیرند. لیکن دادر عزیز، شما وقتی که پیشنهاد به شما میشود یا وقتی که خواهش های شما در همین مسئله پیدا شد، کلمه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم استفاده برید. حبیب خدایا، معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حبیب خدا گفت ای جوانهایی که بزنین، ای جوانهایی که خواهش زنگیری دارین، شما درو زن گیرید. مراد اگر شما خواهید که امروز ببینید تلویزیون هزاریت نمود کانال ها دارد، بچه ها با او سیر نکردند، دخترها با او سیر نکردند، در تلفن هاشون حتی که همون رسم ها و گویم حتی در صورت ها قرطه ها ده، حتی که صورت های همین فحش و فاحشگی ها در دست. وقتی با اون نظر میکنند، وقتی که با اون نگاه میکنند، وجود اونها را تغییرات کلی پیدا میکنند. به این خاطر برادر عزیز و گرامی، شما در این مسئله خیلی با احتیاط باشید، به سوی خدا دعا کننده باشین، صبر کنین. حبیب خدا میگوید زن گیرین، از همه بهترش همین است که شما را از راه زنا منع میکند، زیرا اینکه اغض للبصر و احسن للفرج، زیرا زن معنای ای را دارد که چشم تو را دیگر، چشم تو گرسنه نیست، چشم تو دیگر به این زنهایی که خداشون خیلی آرا و تارا دادن که برای شما را دیگرگون کردن، شما را ویران کردن، خداشون هر زیله میکنن، دیگر چشمای شما با آنها شکفته نمی شود، داده نمی شود و فرجهای شما از راه حرام باز می ایستد. وقتی که اگر شهوت شما طغیان کرد، حتی آنچنان علنگه‌ای دارد که تو دیگر طاقت نداشته باشی، حبیب خدا گفتن روزه بگیر، روزه شهوت تو را میشکند. دادر عزیز، هر راهی که باشد، با طریق خواه زن گرفتن باشد، خواه به طریق روزه گرفتن باشد، استفاده برینو در این راه قدم نزنید. زیرا به خدا قسم اگر زن داشته باشید، بدبختی به خاندانتون می آید، دیگر شما با این زنهای حلالی داشتگیتان حلاوت برده نمیتونین، زندگی خوب کرده نمیتونین، دیگر میل شما فقط به سوی حرام می شود. اگر بی زنم باشید، آینده زنم که گیرین، شما از این راه حرام بر نمی گردید. بسیار کوشش کنین دادر عزیز که در این راه هیچ وقت داده نشوین و از این راه پلید بازگردین. خدا خواهد من جمعه های آینده اطراف این موضوع باز برای شما از آیات های قرآن که خداوند در چندین جای قرآن تأکیدها نسبت اینها کردند، من به گوش شما البته میرسانم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی اضمن له الجنه.
اگر هر کسی ضامن شود در پیش من که از زبان من کسی آزار نمی یابد، زبان من از جمله زبانهای خاردار نیست، زبان من از جمله زبان فحش و دشنام کننده نیست، اگر هم تا ضامن در پیش من شود و ضامن شود که ای حبیب خدا تا وقت این دنیا را پدرود میگویم قدم من به سوی زنا هیچ وقت گذاشته نمی شود، از من له الجنه، من برای این خیل جوان مرد حبیب خدا گو ضامن هستم که وی وارد جنت کنم. در پیشگاه پروردگارم دعا میکنم، خواهش میکنم و این جوانی که زبانش و فرج خدا از راه حرام، زبانش از درشتی نگه داشت، منم ضامن که وی جنت برم. و این خاطر دادره عزیز شما ضامن شوین به سوی پیغمبر خدا، به سوی پروردگار که من هیچ وقت شعارم همین است تا مردن من دستم در دست دختر بیگانه نمیرسم. زیرا دادره عزیز وقت دستی تو اگر حتی در دست یک زنی بیگانه هم که زند، این مقدمات زنا است، این سرشوی های زنا از همین دستی به دست کردن است. لا یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر خدا گفت اگر در سر شما یک آهن کلان را آورده چکن هم تا زده گویم از زیر گلوهاتون که براید، این برای شما آسانتر است که دستان در دست یک زن بیگانه گذارید، این برای شما بهتر است. زیرا که پیغمبر خدا میدانستند که این مقدمات زناست، آهسته آهسته این بچه را به او راه بد میبرند. خدا همه شما را در حفظ و امانش نگه داره و خدای مهربان شما را از جمله آن بندگان گرداند که بندگان اساسی رحمان باشین و بندگان خدا ترس باشین و از جمله بندگان باشین که در ذهن شما تماما حلاوت و شیرینی زنا هیچ وقت جای نداشته باشه. خداوند چشمهای همه ما را از جمله چشمهای گرداند که به سوی کدام زنی نباشد با چشم بد نظر نکنه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين.